برای همین اینجا جایی هسته که شماها هم رفیق رسول اکرم میشه، هم همسایه پیغمبر خدا میشیم، هم قطعی پیغمبر پیگه در جنت اجویه میشه. پیغمبر وعده کرده کسی در تجارت های قطعی من فردا در جنت های گفته اگر با خیانت در رسول الله کنه با پیغمبر دور میشیم. ضرر رو شناختن در کوره. یک تا سوره والعصر، یک تا سوره فلق، یک تا سوره ناس. قل اعوذ برب الفلق، بگو ای حبیب من محمد همه خدایی که شب تاریک سفید کرد تمام روزی تو بلا آفت هم در دست همو بلا آورد همو خودش جانیمه میکنه تا ایره خدا بیرون برو. همین خدا را بزرگی شبین که تمام دنیا جمع شود صبح دمونده نمیتونه، لیکن همین صبح تاریک کی میدمونه؟ همین صبحی که این قدر تاریک همین را کی روشن میکنه؟ میتونیم هم عثمان را روشن کنیم. همین خدایی که قادر آیا قطره آب ما را خلق کرده، قادر صبح تاریک روشن میکنه. برای همین خداوند وعده کرده است که پیغمبر از همون صبح دمان پناه طلب کرد.